ریشه انومو درست و کامل یاد بگیر. ببین وقتی که میگیم ریشه پنجم عدد 32 رو پیدا کن یعنی چی؟ یعنی بیا یه عددی رو پیدا کن که وقتی 5 بار توی خودش ضرب میکنی جوابش بشه 32. حالا بیا فکر کنیم چه عددی میتونه 5 بار تو خودش ضرب بشه و بشه 32. مشخصه که جوابش میشه 2. حالا اینو به زبون ریاضی بخوایم نمایش بدیم یه دونه رادیکال میذاریم، یه دونه 5 بالاش میذاریم و یه 32 هم داخلش و جواب این میشه 32. حالا نگاه کن، اشکال اصلی که پیش میاد اینجاست. وقتی اون میگه که ریشه چهارم 81 رو پیدا کن، دوباره باید یه عددی رو پیدا کنی که وقتی 4 بار تو خودش ضرب میکنی بشه 81 که هم 3 این کار انجام میده هم -3 که اون جایی هستش که خیلی دقت نمیکنن. حالا اینو چجوری مینویسیم؟ میگیم آقا میشه مثبت ریشه چهارم 81 یا رادیکال 81 با فرضیه 4 یا منفی رادیکال 81 با فرضیه 4 که میشه جوابش -3. امیدوارم دیگه اشتباه